آزاده قطبی، نقاش. پرسیده بودین که از چند وقته که نقاشی میکنم. والا از بچگی خیلی احساس نزدیکی میکردم به هنر. پدر مادرم خیلی موزه منو میبردن، فستیوال شیراز از بچگی رفتم. خیلی هنر مدرن اتفاقا از بچگی دوست داشتم، ولی با اینکه خب تو بچگی خیلی نقاشی کردم، بزرگ وقتی شدم به خودم اجازه نمیدادم که فکر کنم منم هنرمندم. رفتم دنبال کار، رفتم دانشگاه، رفتم بیزنس سکول، MBA گرفتم و همیشه نقاشی میکردم، ولی فکر میکردم خب من که هنرمند نیستم، اینو فقط برای خودم میکردم. ولی یه روزی دیدم که هیچی دیگه به قدر نقاشی کافی نیست برام، کاملم نمیکنه و یه روزی دیگه تصمیم گرفتم که فقط نقاشی کنم. فکر میکنم سال 2003 بود که برای اولین دفعه کارمو واقعا نشون دادم. ایژا سوسایتی یه بنفیت اوکشن داشت و من 2 تا از کارامو بهشون دادم و خیلی برام جالب بود که ببینم که کسایی که منو اصلا نمیشناختن و تعارف ایرانی هم نداشتن اتفاقا کارمو دوست داشتن. اولین دفعه بود که ریاکشن که از دیگر رو دیدم رو کارم و از اون وقت دیگه شروع شد. چند تا اگزیبیت داشتم در بیشتر نیویورک، برای که اونجا زندگی میکردم، ولی پاریس، لندن و الان آلمان که زندگی میکنم. اتفاقا الان فرانکفورت یه اگزیبیشن هست، از هفته دیگه گالری مریم سیهون در لس آنجلس و فکر میکنم آخرای آوریل در لندن. اولین دفعه که نقاشی کردم با سبک ابسترکت، چون که بیشتر دوست داشتم اونطوری شروع کردم. همیشه هم بیشترم کارم از ابسترکت بوده، ولی مثلا تو رنگامیزی اول که شروع کردم، سالهای اول همیشه خیلی مونوکروم بیشتر کار میکردم، با رنگای خیلی تیره، بیشتر سیاه و خاکستری. ولی یواش یواش با سن، با اکسپریانس، با کارهایی که بیشتر کردم، اتفاقا خیلی رنگ بیشتر اومد تو کارم و پازلینگ ستوریز مثل it's like a conclusion of much experience. یعنی چون که خیلی دیدم و فکر کردم درباره زندگی سختی‌هایی که از ایران در اومدیم، چه سختی‌هایی کشیدیم، دوباره همه چیزو از سر ساختیم. سعی کردم یه جوری با اینکه ابسترکت کار میکنم، داستان آدمایی که زندگیشون شکسته شده، تیکه پاره شده، ولی تونستن نیرو و زورشو پیدا کنن که دوباره از سر درست کنن، چطوری من اونو نشون بدم توی نقاشی ابسترکت. پازلینگ ستوریز اینو نشون میده. پازلینگ ستوری اگر ببین نگاه کنین از نزدیک، همش با برشای تیکه تیکه پاره شده یه نقاشی اصلی است. این یه نمونه پازلینگ ستوری مثل زندگی خودمونه، زندگی کسایی که انقلاب دیده شدن، زندگی و داستان زندگیشون تیکه پاره شده، پراکنده شده، هر فامیلی یه بخشش یه جاست، ولی تونستن تو خودشون زورشو پیدا کنن، نیروشو پیدا کنن که از سر یه زندگی دیگه توی کشوری که اصلا زبونش هم ممکنه خوب نمیشناختن، دوباره برای خودشون از سر یه زندگی تازه درست کنن. و این پازلینگ ستوری زندگی ایناست. اگر نگاه کنین همش تیکه های پراکنده شده یه زندگی است که با هم یه مجموعه یه داستان دیگه میگه و داستانی که پیچیده‌تر ولی جالبتر، ممکنه حتی زیباتر باشه. ولی اگر از نزدیک دقت کنین میبینین که
هر تیکه شکننده تره و ریشه خودشو گم کرده، ولی یه جوری خودشو وصل کرده و یه زندگی، یه داستان تازه برای خودش درست کرده، مثل زندگی خودمون. به لس آنجلس اومدم برای نمایشگاه گالری سیهون و همش کارهای خیلی تازه درست کردم از پازلینگ ستوریز که یکیش همینه که پشتم میبینین و 2 تا اوپنینگ خواهد بود. یکی شنبه 23 فوریه بین 6 و 9. اگر نتونستین بیاین فرداش هم یه اوپنینگ دیگه هست، یه شنبه بین 2 و 5. بعدم میتونین برین آسکارز رو نگاه کنین.